مسلمون حداقل 4 تا کار باید بکنه. 1، رعایت نجس و پاکی. سوال میکنم بلند جواب بده. رعایت میشه؟ انشاءالله میشه. 2، رعایت حلال و حرام. رعایت میشه؟ انشاءالله میشه. 3، رعایت محرم و نامحرم. رعایت میشه؟ صدق الله العلی العظیم. ما آخونده قبلا صیغه عقد که میخوندیم قدیم تو دوره طاغوت، حالا که دوره یاقوت الحمدلله، تو دوره طاغوت که ما صیغه عقد میخوندیم، نه ما آخونده 4 نفر به هم محرم میشد. عروس و دوماد 2 تا، عروس و بابا دوماد 3 تا، دوماد و ننه عروس 4 تا. اما الان به برکت ماه میگیریم و مریخ پرت کردیم و اینها، معجزه میکنیم. ما خوندا 1 صیغه عقد میخونیم 2 تا طایفه با هم محرم میشن. اصلا انگار مسلمونی نیست. نمیگم بخندی ها، میگم بفهمی. بابا زن داداشت نامحرمه. ای بابا، قرآن تو آیه 30 سوره نور میگه محارم زن و مرد 13 تا یا 14 تا. اول زنه رو بگم یا مردا رو؟ زنه رو میگم. 1، شوهرش، الهی بمیرم برای شوهر. 1، 2، باباش. 3، پسرش. 4، داداشش. 5، عموش. 6، داییش. 7، پدر بزرگ مادری و 8، پدر شوهرش. 9، پسر خواهرش. 10، پسر برادرش که ای بشه کی؟ عمش و خالش بشه. این چند شو؟ 10. 11 تا دامادش. 12 نوش. 13 او که با شیر خورده، نه یه بارا نه یه بارا، حداقل گفتن یه هفته نمیدونم در که این استخون و گوش روش کرده باشه. حالا این چند تا شده دیگه. کیا محرمن؟ سبزی فروشه، نونواییه، طلا فروشه، مأمور شهرداری، مأمور کنترل آب و برق. او که دیگه هم محارمه. محرم اینا. میخندید؟ بخندید. انشالله روز قیامت هم خندان وارد محشر بشی. آره داداش. محرمای آقایون: 1، زنش. 2، مادرش. 3، بگو خواهرش. 4، دخترش. 5، مادر زنش. 6، خالش. 7، عمش. 8، دختر داداشش. 9، دختر برادرش. خدا داداش برادر یکی هست، دختر خواهرش. 10، عروسش. 11، بگو نوش. مادر خانم گفتم عجله نکن. 12 دیگه بگو مادر بزرگش، مادری و پدری، و او خواهری که باهاش شیر خورده. اینا میشن محارم. غیر ایده از این ذات‌ها نامحرمن. خب تو همین مازندران یه رو تو دانشگاهی سخنرانی می‌کردم، محارم رو گفتم. بعدی سخنرانی یه خانم اومد بدنش می‌لرزید، گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت پسر خاله و پسر عمو هم نامحرمن. گفتم چطور؟ گفت اکی تا حالا. گفتم یه 2-3 هفته است. فکرم شوخی میکنه. گفت نه به خدا من شوخی نمیکنم. گفتم از موقعی که قرآن نازل شده. چطور؟ گفت آقا ما تو طایفمون رسم داریم، دختر خاله، پسر خاله و پسر عمو اینا مثل داداش میمونن، دست رو بوسی میکنیم، دست با هم میدیم. گفتم من تبریک میگم، طایفه بسیار متدینی دارید شما.
قدر طایفتون رو بدانیم. مثل خواهرمه یعنی چی؟ نامحرمه. حالا تو میخوای امام زمان ببینی با این چشا؟ تودی آف، حراجی شگفت‌انگیز دوشنبه ها.